ساکنین محله دهوک جماعت دهاتی رباط شهر ترسونزاده سیفالله میرов 3 سوتیق زمین نزد حولگی خود را ثمرانok استفاده نموده در یک سال از آن 2-3 حاصل به دست می‌آورد. همچنین او در زمین خود بیش از 25 بیخ درختان گوناگون چون بیهی، آلوچه، شفتالو، سیب، زردالو، انار، چهارمغز و غیره شنونده است که همه ساله از آن حاصل دلخواه به دست می‌آورد. زندگی من از روی همین زمین است. من در زمین مهنت میکنم. همون شب و روز مهنت میکنیم. من انگور دارم، در حولی هم انگور دارم. در وقت ساعتش دورویش رو میتیم. انا پوبل میکنم، آب میدیم، هر نمودی کاری که هست اجرا میکنم. از همین استفاده میبرم. 3 حاصل میگیریم. با من کارتشکای گیریم. نصیب بود کمتر جایش با پامیدور نهال میکنیم. پامیدوری دویم باره مثلا تیرامو میشود. همین خیلی کاری کرده رزق روزیامون رو میگذرانیم. یگان کمبودی نیست. نفر دیگری که در این سمت علاقه تجربه خوبی کاری دریافته است ساکن همین محله دهوک عبدالسلیم حلیمov بوده. او نیز در زمین نزد حولگی خود پیاز و سبزی، گشنیج و شیبید، کارتوشکا و شلغم و غیره ها را کش نموده از آنها تا 3 مرتبه حاصل میگیرد. با این محصولات خویش او نه فقط عائله خود بلکه احتیاجات هم محله هایش را نیز تامین می‌نماید. در عائله ما مسئله استفاده بردن زمین‌های نزد حولگی پامیدور داریم، خدا باشکر کارتوشکا خودمون میبرد. با توت داریم که با اوای مادرمون کمپر شیرینی میکنن برای سلفای گودکا. انگور داریم خدا باشکر. ما یگان خاطر زمینی نزد حولگی به ثمر نمیمونیم. زمین با مهنت کنیم ان شاء الله وای ما خور نمیکنه. زمین حق ما میتیه. همین که مهنت کردن در کو. بغیر این زمین نزد حولگیمون کم گفتم ما ادیر با زغیر میکوریم. خدا باشکر روغن دهقانی داریم، روغن زغیر دهقانی داریم، غله میکاریم. خدا باشکر نانمان دهقانی. باید گفت که مثل سیفالله میرov و عبدالسلیم حلیمov در اینجا ساکنان زیادند که همه ساله با کاربری عاقلانه و ثمرانok و طرز خوبی استفاده هر قطعه زمین نزد حولگی خود نه تنها در فراوانی خانه همروزه اینچنین در بودجه عائله نیز حصه میگذارند. مردم ما اصلا با شغل باغداری تاکپروری مشغول میشن. در قطار این زمین‌های نزد حولگیشون را ثمرانok استفاده میبرند که در اون کشتی کارتوشکا، پیاز و سبزیجات کش میکنند. در 261 گکتاری که زمین‌های نزد حولگی در زمین‌های للمی باشد، در بعضی جاش با واسطه لولو آب آوردگان در زمین‌های للمی هم کشتی کارتوشکا میکنند، به صورت کشتی گندم میکنند که تامین خودشون رو با ارد تامین میکنند و یک قسمشون رو برآورده به بازار به فروش میبرند. از شغل کشاورزی ساکنان تابع جماعت نه تنها در پیشبرد سطح روزگار و غنی گرداندن دسترخوان خانواده سهم میگذارند بلکه تا اندازه با تامین کردن بازار داخلی با محصولات تر و تازه بهاری و پسشوی نرخ آن حصه میگذارند.